بعضی‌ها میگویند که شب قدر در محض در 27م شب ماه رمضان است و تا چه اندازه همین جای دارد؟ آیا 27م را فقط یک روز را انتظار شویم یا اینکه یگان دلیل های قوی تری دیگر هست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، شب قدر واقعا در تعیینش در کدام شبی از شبهای رمضان بودنش یگان دلیل قطعی از قرآن و سنت نیست که شب قدر شب 27م یا شب 21م یا شب 21م از جانب الله سبحانه و تعالی یا از جانب جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم نص صریح باشد. نص صریح چی؟ یعنی لفظی صریح که شب قدر شب 27م است. مثلا انا همین رو نص صریح میگن، نیست در قرآن و سنت، بلکه عمومی دلیل ها هست که دلالت میکند که شب قدر در دهه آخر ماه مبارک رمضان است. حتی در این موضوع اختلاف زیاد است. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه در فتح الباری 46 قول را ذکر کردند. یعنی 46 قول است در مورد شب قدر. حتی سیوطی 50 قول جمع کردند. یعنی چی ها قول ها؟ مثلا یکی از این قول ها قول عبدالله ابن مسعود: من یقوم الحول یصیبه، کسی که 1 سال شب زنده داری کند شب قدر در میابد کند. یعنی در بین 354 شب یکتاش انیق قدر است. اگر 354 شب زنده داری کند میابد کند. این وسیع ترین قول است در این باره. لیکن الله سبحانه و تعالی برای ما معلوم کرد که شب قدر در داخل ماه رمضان است. نه ما حاجت ندارد که 11 ماه دیگر کابیم. برای چی؟ برای اینکه الله تعالی گفت این انزلناه فی لیلة القدر، ما این قرآن رو شب قدر نازل کردیم. گفت خب این در سوره قدر است. در سوره بقره گفت که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، ماه رمضان ماهی است که ما در این قرآن را نازل کردیم. گفت این دلالت میکند که قرآن در ماه رمضان نازل شده است و در شب قدر آن نازل شده است. این دلالت میکند که شب قدر در داخل همین 30 روز یا 29 روز رمضان است. یکی از شب‌های آن شب قدر است. اکنون برای ما دلیل لازم است که ما کوتاه کردیم، از بجای 354 شب به 30 شب آمدیم. چون که الله تعالی که ماه رمضان ماهی که قرآن نازل شد و قرآن در شب قدر آن نازل شد. خب این دلالت می‌کند که رمضان شب قدر در داخل رمضان است. برای همین جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم برای جستجوی شب قدر 10 شب اول اعتکاف نشستند. 10 شب اول رمضان 10 شب زنده داری کردند بار اول و سحری 11 از اعتکاف برآمدند. وقتی که برآمدند جبریل آمد گفت که ان الذی تطلب امامک، آن چیزی که تو می‌خواهی در پیش است. گفت این حدیث در صحیح است، دلالت میکند که شب قدر در دهه اول نیست، یعنی که 20 شب دیگر موند. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم صحابه هایی که گفتن که کسانی که همراه من اعتکاف نشسته است باز اعتکاف نشینید در دهه دوم. بعد در دهه دوم هم نشستم، 10 شب دیگر نشستن، شب زنده داری کردن پر. این در همان سال اول یا سال اولی که شب قدر رو جستجو میکردن. بعد سحری روز 20 پیامبر صلی الله علیه و سلم خواستند که برآیند از اعتکاف، یعنی 20 شب شد، خواستند که برآیند. جبریل آمد گفت که این الذی تطلب امامک، این لفظ بخاری است، در دیگر لفظا تطلبه آمده است. آن چیزی که تو جستجو داری یعنی شب قدر رو در پیش است. این حدیث صحیح است، دلالت میکند که شب قدر در دهه آخر است. چون که در 2:20 جبریل آمده از آسمان خبری الله تعالی رساند که شب قدر در این 20 شب نیست، در پیش است، در دهه آخر است. و پیامبر صلی الله علیه و سلم در اعتکاف نشسته بودند. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم خواب بودند وحی آمده شب قدر رو معین کرد. شب قدر 10 شب همش شب قدر نیست، یک تا شب قدر است. ولی همین چیز را ذکر کردنی بودم چون روایاتی هست یا حدیثی خیلی هست. بسیار است روایات. ولی انا همین گفتند که رسول الله صلی الله علیه و سلم میدونستند که کدام شب قدر است، اما فراموش کردند. اما نمیدونیم که این صحیح هست یا نه. صحیح است، صحیح بخاری است، در حدیث صحیح بخاری مسلم است. پیامبر صلی الله علیه و سلم معین شد
دانستن که شب قدر کدام شب است. بعد گفتن که برآمدن به نزد مردم از خیمه خود در یک برج مسجد خیمه زده بودن. خیمه که مقصد پیامبر صلی الله علیه و سلم را وقتی که خواب میکردن از دیگرها ستر میکرد. برآمدن از خیمه خودشون، برآمدن گفتن که من برآمدم تا اینکه شب قدر را به شما خبر دهم کدام شب است. ولکن تلاح فلان و فلان، پیامبر صلی الله علیه و سلم نامشون را نگرفتن برای آنکه این در حضور مردم تنقید یک دو نفر یا یک نفر این خوب نیست. گفتن که فلانی و فلانی تلاح جدال کردن. این در بین مسلمان ها زیاد است. دو کس مثلا اینش هم علم ندارد، اینش هم علمی کذایی ندارد، بین هم دیگر یک چیز اینشون شونی دیگر، یک چیز اینی دیگر، همه چیز رو نمیدانند. بعد بین هم دیگر کشاکشی میکنن. هم وقتی آنها میرد یک کشاکشی قریب 1 ساعت 2 ساعت دوام میکنه. به جای این شما چندین دعا میکردید. امروز مسلمان ها به دعای ما محتاج است. مسلمان ها در تمام انحای عالم در بلا مصیبت هستند، علل خصوص مردم فلسطین. ما به دعا محتاج هستیم، آنها به دعای همدیگر محتاج هستند. مسلمان باید تمام مسلمان ها را دعا کند. و جای همین جدال، کشاکشی، آنهایی که برای ما هم سوال میدهند غالبا سوال هاشون بعد کشاکشی هست. یعنی اول جنجال میکنن، بعد میپرسن. یعنی قصه کوتاه همون 2 نفر جدال کردن. پیامبر صلی الله علیه و من گفتم برآمدم تا اینکه شب قدر را به شما خبر دهم، لیکن فلانی و فلانی، بعضی موقع که ابن ابی حضرت بود و کعب ابن مالک بود، همین 2 نفر بین همدیگر جدال کردن. فرفعت، پس شب قدر برداشته شد. گفتن بعضی علما میگن که این شؤمی جدال است. شؤمی کثافتی یعنی جدال کشاکشی 2 نفر است. به سبب همین کشاکشی برداشته شد. در دیگر روایت یعنی فراموش کردم. به سبب کشاکشی جنجالی که آنها داشتن پیامبر صلی الله علیه و سلم فراموش کرد. یعنی اهمیتی پیامبر صلی الله علیه و سلم تشویش شد. شما وقتی که میخواید یک مسئله رو خوشرو فهمید، لیکن 2 نفر وقتی که در رو بروی شما جنگ و جدال میکنن شما پر را نمیفهمید. بله. یا فراموش میکنید. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن که فراموش کردن. و فراموش کردن در اینجا علما میگن که این به پیامبر صلی الله علیه و سلم عیب حساب نمیشود. اصلا پیامبر صلی الله علیه و سلم یگان حکم شریعت را فراموش نمیکنن مگر الله تعالی اینجا فراموش کردن پیامبر صلی الله علیه و سلم را خواست. گفتن که و عسى ان یکون خیرا، شاید که همین فراموش کردنی من برای شما خیر باشد. برای چی؟ برای آنکه اگر یکی علما گفتن که اگر شب قدر معلوم باشد، شب مثلا 21 یا شب 27 مردم همون یک شب زنده داری کنن، هیچ یگان مشقتی نیست. یک شب هیچ گپ نه. همه یعنی آدمی با غیرت و بی غیرت همون شب رو شب زنده داری میکنن. لیکن وقتی که در داخل 10 شب مخفی هست، در این وقت همه 10 شب زنده داری نمیکنن. بسیار آدم هایی که ظاهرا دیندار هستند و بسیار دیندار میتوان خواب میکنن در این شب ها. یعنی در این شب ها شخصی با غیرت و دیندار خود را به الله سبحانه و تعالی نشان میدهد، معلوم میشود. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم شاید فراموش کردن من خیر است گفتم. و خلاصه انیق نیست شب قدر، در همین 10 شب است. قول صحیح در همین 10 شب یک شب قدر است. حتی بعضی ها گفتن که طاقهای همین شب. لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیه، ابن حجر، حافظ ابن حجر صاحب فتح الباری، امام نووی و از امام های بزرگسال امام مالک، امام شافعی، امام احمد، همه اینها میگن که شب قدر در داخل 10 شب آخر رمضان است. بعضی ها میگن که فقط در ویترهایش، در طاقهایش. ما اگر طاقهاش جستجو کنیم، جفتهای وقتی که از دست میدیم، شاید جفتی ما طاق دیگر دولت است. شما میدونید که مردم ها یعنی زمین که دایره شکل است، نماز ما بعضی ها بسیار در دلشون تنگی پیدا میشود که برای چی مسلمان ها موحد نیستند، برای چی مسلمان های دنیا نمیتوانند یک دهنه شوند و همه یک روز روزه دارند. ما سوال میدیم نماز بزرگ است یا روزه؟ مرتبه کدام عبادت بزرگ است؟ شما گویید نماز بزرگ است یا روزه؟ مرتبه کدام عبادت بزرگ است؟ سوال شما جواب گوید.
намоз рукни дуюмини ислом аст, сутуни дини ислом аст. намоз аз рӯза ба қувват аст, мартабаш баланд аст. лекин ҳамин намоз оё мо мусулмонҳо дар як вақт мехонем? бомдод оё мардуми амрико, мардуми масалан арабистон дар як вақт мехонанд? Не, бениҳоят вақти фосилаҳо худи дар русия баъзе кишварҳош бомдод мехонанд, баъзе минтақаҳош масалан пешин мехонанд, баъзеш аср мехонанд. барои чӣ мо дар намоз муваҳҳид нестем? барои он ки замин доирашакл аст. аллоҳ таоло намозу рӯзаи моро вобаста ба гардиши офтоб муайян кардааст, ки офтоб баромад бомдод мехонед, офтоб ки ғуруб кард шом мехонед. ҳамин гуна рӯзаи мо ҳам ҳеҷ гап надорад ки як рӯз мусулмонҳо пешу қафо рӯза доранд. یعنی فهمو شد در بعضی جا جفت می شود، در بعضی جا دیگر تاق می شود. خب فرض کردیم در یک کشور تاق است، این شب 21 است، در جای ما مثلا 22 است مثال. بعد در پیشگاه الله تعالی ما این شب 22 گفته خواب کنیم و این شب 21 باشد، چی میشد؟ بنابراین قول صحیح، قولی که شیخ الاسلام رحمت الله علیه اختیار کردند، 10 شب را شب زنده داری کردند در کار. برای همین هم پیامبر صلی الله علیه و سلم فقط شب‌های طاقش شب زنده داری نکردند. 10 شب همش شب زنده داری کردند.